مشکلی که بسیاری ها گرفتار آنند. بسیاری ها وقتی که پرسان میکنین که فلانی این حکم شریعت است، این محفلت را چرا اسلامی برگزار نکردید، یا فلان کار را چرا اسلامی انجام ندادید، شرعی انجام ندادید، میگوید مردم چی میگویند؟ الله سبحانه و تعالی میفرمایند خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلین. پیامبر با مردم گذشت و مدارا را پیشه کن و براه و روش شایسته و پسندیده امر کن و از نادانان روی گردان باش. امر الهی است که با انسانهای نادان هم کلام نشوید و به گپهای انسانهای جاهل هیچ ارزشی قائل نشوید. وقتی به سخنان انسان جاهل ارزش قائل نمی شوید و توجه نمی کنید، در واقع او را از درون می سوزانید. یادتان باشد شما فکر می کنید که با جواب دادن او را من از درون می سوزانم و جوابش را می تم. نه خیر، وقتی که شما جوابش را نمی دهید، وقتی که شما با او هم کلام نمی شوید، او را در واقع از درون می سوزانید. از امام احمد بن حنبل رحمه الله کسی نقل می کند که ایشان می فرمایند 9 اعشار حسن الخلق فی التغافل. 9 دهم، شما 10 تقسیم را در نظر بگیرین، 9 تقسیم حسن اخلاق در تغافل است، در بیخبر گرفتن خود است از عیبهای مردم، از سخنان زشت مردم. حسن بصری رحمه الله می فرمایند ما زال التغافل من فعل الكرام. همیشه تغافل و بیخبر گرفتن خود و چشم پوشی کردن این کار انسانهای بزرگ است. اعمش رحمه الله می فرمایند التغافل یطفئ شرا کثیرا. تغافل و چشم پوشی و خود را بیخبر گرفتن این بسیار شر، بسیار کلان را خاموش می کند، آتش شر را خاموش می کند. امام شافعی رحمه الله می فرمایند الکیس العاقل هو الفطن المتغافل. انسان دانا، انسان عاقل زیرکی هست که متغافل است. ابن مبارک رحمه الله می فرمایند المؤمن یطلب المعاذیر والمنافق یطلب الزلات. انسان منافق دنبال لغزش های مردم است، انسان منافق دنبال نواقص و عیبه های مردم است، اما انسان مؤمن عذر مردم را طلب می کند، او مردم را معذور می داند، عذری را پیش خود می تراشد، می گوید شاید این عذر را داشته باشد. ابن ابی الحداد می گوید التغافل هو دفن المعائب. تغافل یعنی بیخبر خود را گرفتن. چه چیزی را می گوید؟ دفن کردن عیبها، عیبهای مردم را زیر خاک می کنید. انسانهای بزرگ با صبر و حوصله و نشنیده گرفتن سخنان مردم بزرگ شدند. انسانهای بزرگ با انسانهای جاهل و نادان درگیر نمی شوند. انسانهای بزرگ با مسائل کوچک و سخنان بی ارزش هرگز یادتان باشد او خود درگیر نمی کنند. ما از مردمی می ترسیم که آنها نه مالک عمر ما هستند، نه مالک رزق و روزی ما هستند. میگوییم عروسیتان را اسلامی بگیرین، میگوید مردم چی میگویند؟ میگوییم لباستان را اسلامی بپوشید، میگوییم این سنت رسول خداست، این را زنده کنین، این سنت رسول خداست. لباستان را مطابق سنت بگردانید، رفتار و کردارتان را مطابق سنت بگردانید. میگوید مردم چی میگوید؟ بله عزیزان، از سخنان مردم میترسید در حالی که عمر انسانها، ارواح انسانها، صحت و عافیت انسانها، رزق و روزی انسانها و تمام مقدرات دست الله سبحانه و تعالی هست و تو از سخنان مردم میترسید. اگر کسی ریش یا حجاب یا محافل اسلامی شما را تکذیب و استهزا کند و مسخره کند، بیاد داشته باش که اینجا دنیاست و تو آمده اید که خدا را راضی کنید، نه مردم را. بیاییم روی این بحث بکنیم که چطور میتوانید انتقاد پذیر باشید و چطور میتوانید به گپهای مردم توجه نکنید. علما چند راهکار را نشان دادن که سخنان مردم در تو تأثیر نماند. اول این که هر کسی که چه مثبت نگر باشد و یا چه منفی نگر، وقتی که در مورد شما گپ میزنن، گپهایش غیر مسئولانه باشد و یا اینکه گپهایش دور از واقعیت باشد در مورد شما،
در واقع این شخص از خود تعبیر کرده است، نه از شما. دوم اینکه عیبهای خود را بشناس قبل از اینکه دیگران از تو انتقاد کنند. خودت نواقص و عیبهای خود را نشانی کن و در صدد اصلاح آن باش و به کسی اجازه نده که از این طریق مورد تهاجم قرارت بدهد. سوم اینکه خودت را برای بدترین حالات آماده کن. اگر کسی در مورد شما گپ زد، با خود فکر کن که خوب است که از دیگه عیبهای ما خبر ندارد. چهارم اینکه رأی و نظر انسانهای مخلص را قبول کن و توجه داشته باش. پنجم اینکه بپذیریم که ما بشر هستیم و جایز الخطا و اینکه انسانهای حسود بسیار زیادند. خلاصه تمام صحبتهایم را عرض می کنم در 2 جمله. اگر کسی رفتار یا گفتار شرعی شما را یا ریش یا حجاب شما را تکذیب می کند و گپ می زند، مسخره می کند، برو پروا نداشته باش که اینجا دنیاست، ما آمده ایم که الله را راضی کنیم نه مردم را.